ببین، دین به چه دردی میخوره؟ راه و رسم درست زندگی کردن یادت میده. یعنی هر کس دین نداره نمیتونه درست زندگی کنه؟ نه اینطور نیست. پس تمام کسایی که دین دارن درست دارن زندگی میکنن؟ نه بابا، من کی اینو گفتم؟ حالا کدوم دین از همه بهتره؟ والا همه ادیان ادعا میکنن که دین اونا از همه بهتره. پس من چجوری دینم رو انتخاب کنم؟ انتخاب؟ انتخابی نداری؟ تو دین پدر و مادرتو میگیری؟ تازه تو بعضیاشون هم اگر ازشون خارج بشی خونت حلاله. گیج شدم. اشکال نداره. خودشون هم گیج شدن، داغن نمیفهمن. پس من چیکار کنم؟ هیچی، فقط دروغ نگو، غیبت نکن، ظلم نکن، حق کسی رو نخور، برای خودت و جامعت مفید باش. همین. خب اینا رو که همه میدونن. درسته، ولی عمل نمیکنن. از تکلیف این همه ادعای ادیان چی میشه؟ جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.